قانون جمهوری تاجیکستان درباره زنبوری عسلپروری از 16 اپریل سال 2012 این جانب عمل میکند. قانون مذکور مناسبت‌ها را در ساحه استحصال محصولات زنبوری عسلپروری، حفظ، استفاده و افزایش عایله‌های زنبوری عسل، ثمرناک استفاده بردن آنها برای گردآلود کردن رستنی‌های انتوفامیلی، فراهم آوردن شرایط برای افزون گردانیدن محصولات زنبوری عسل، اینچنین زراعتکاری، تامین کفالت‌های رعایت حقوق و منفعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی که به زنبوری عسلپروری مشغولند تنظیم نماید. فراوانی گل و گیاهای شفابخش و شرایط خوب اکولوژی شهر پنجکند برای پرورش زنبوری عسل و استحصال عسل اعلی صفت بسا مساعد است. امسال باشد زنبور پروران شهر پنجکند تصمیم دارند که دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را بهر زیاد نمودن حجم عسل در عمل تطبیق نموده در شهر پنجکند زیاد عسل جمع آوری نمایند. اینچنین تلاش دارند تا با وارد کردن ایجادهای خوب زنبوری عسل عایله‌های آنها را افزایش داده استحصال عسل را برای صادرات به خارج کشور و وارد کردن به بازارهای جمهوری بیشتر نمایند. یکی از ساکنان شهر پنجکند اسکندر حمیدوف نیز به عسل پروری مشغول بوده از 40 قطعه عسل 400 کیلوگرم حاصل به دست آورده است. چطور همصحبتی ما میگوید تلاش دارد تا استحصال عسل را بیشتر به راه مانده آن را برای صادرات به بازار وطنی برآورد. واقعا هم پرورش زنبوری عسل نه تنها برای حاصل گرفتن آن بوده بلکه برای گردآلود نمودن رستنی‌ها نیز بسا مفید است.